هفته خبر تو خبر داره براتون از ترکیدن بادکنک هسته‌ای عظما و همزمان فوت کردن تو بادکنکی به نام ممجواد ظریف. دوستان ما جناب آقای دکتر ظریف شاید که از برجسته ترین دیپلمات های شاید قطعاً برجسته ترین دیپلمات بین المللی تاریخ ایران هستشون. یه روزی من و آقای دکتر ولایتی در کریدورهای سازمان ملل قدم می‌زدیم. آقای دکویار اومد اونجا، قهوه دستش بود، نشست و از آقای دکتر ولایتی خواهش کرد که آقای ظریف رو کادو کنه به سازمان ملل. آقای ظریف اگر توی ایران نبود، مثلا در یه جای دیگری بود که استعداد این داشت که تا دبیرکلی سازمان ملل پیش بره، یه استعداد بی‌نظیر داره از دو. البته استعداد ظریف ظاهراً بیشتر تو ژست و فیگوراشه، چون وقتی تیوریش هم خواست مهارت‌های ظریف در مذاکرات رو شرح بده، روی زبون بدنش انگشت گذاشت و از کت و شلوارش رمزگشایی کرد. یک دیپلمات ایرانی سعی کرده از لباس و رفتار تیم هسته‌ای در مذاکرات رمزگشایی کنه. حرفای او شاید به درد شما هم بخورد. در مذاکرات جدی کت و شلوار تیره بپوشید. کت و شلوار سرمه‌ای ظریف و تیمش یعنی همین. هیچ وقت کت خود را در مذاکرات در نیاورید. از تلفن همراهتان استفاده نکنید. روزنامه یا کتاب نخوانید. تا وقتی رؤسای تیم‌های مذاکره کننده سر میز شام نشستند، صندلی خود را ترک نکنید. یادتان باشد کلمات فقط 7% پیام شما را در مذاکرات منتقل می‌کند. 38% را آهنگ صدا و 55% را حرکات یا زبان بدن شما منتقل می‌کنند. جماعت جام ظهری هم که خیلی واسه جشن گرفتن هول می‌زدن، این تصویر رو از هواپیمای ظریف منتشر کردن تا شاید یه جوری دهن دلواپسا رو ببندن. این هم تصویری که کاربران شبکه‌های مجازی از هواپیمای ظریف وقت ورود به مهرآباد به اشتراک گذاشتند. البته فوت کردن تو بادکنک ظریف فقط مال 24 ساعت اول بعد از توافق بود. همین که چند روز گذشت جزئیات توافق هم معلوم شد، بادکنک ظریف هم ترکید. You ever stick the knife in it, Cece? Yeah. بعد از روشن شدن جزئیات توافق، همه اونهایی که تا دیروز دنبال کش اومدن مذاکرات بودن، حالا از کش پیدا کردن شرایط زهرخوری به حول و بلا افتادن و نگرانن که مبادا این قضیه زیادی طول بکشه. اگر محدودیت‌ها طولانی باشه، اتفاقی که میفته اینه که صنعت هسته‌ای ما ذبح میشه. یعنی دانشمندان ما بی انگیزه میشن، دانشمندان ما بی رغبت میشن به کار. عملا این صنعتی که بومی شده در این کشور، خب درش فتور و ضعف به وجود میاد. یکی از خط قرمزهای خطی شده عظما تو این مذاکرات دسترسی به دانشمندای هسته‌ای بود. حالا دسترسی به دانشمندای هسته‌ای یعنی چی؟ مثلا دسترسی پیدا کردن به دانشمندان هسته‌ای ما در واقع زیراب زدن از استقلال این نظامه. اما به نظر میرسه سوغاتی ظریف از ماراتون مذاکرات چیزی نبوده جز یه مش خط قرمز خوابونده و درب و داغون. بعد از اینکه ظریف به زبون فارسی سلیس گفت که دنبال تحصیل بمب اتم نیستیم و خامنه‌ای هم مجبور شد دوباره غلط کردن بگه و فتواشو به رخ بکشه، تیوریش با یه اشاره غیر مستقیم حسرت به دلی آخوندا برای حتی یه کلاهک هسته‌ای رو اینجوری برملا کرد. این طنز تلخ روزگار بود که این 6 کشور 5+1 خودشون 16475 کلاهک هسته‌ای دارند و وقتی مجرم‌ها قاضی میشن کار سخت میشه. خلاصه این که عظما زهر رو خورد و عمود خیمه نظام کج شد به سمت غرب. حالا کجاست امام گور به گوریشون با اون ناله های ضد استکباریش؟ امام میترسه، امام میترسه، امام میترسه.
از این که مبادا این انقلاب به اندازه زاویه 1 درجه چپی و سوسیالیست بشه یا به اندازه 1 درجه به طرف غارت و سرمایه‌داری بره. امام میترسد اگر قوانینی در این کشور انشاء شود و اجرا شود که آن 1 ذره به سوی چپ یا راست انحراف پیدا کنه و از سنت الله بریده بشه. حالا میریم سراغ جدیدترین تزهای حوزه ولایت در زمینه‌های طبابت، شیمی و فیزیک، اونم تو عصر اینترنت و ماهواره. میگن آقا تجربه نمیتونه معنویات رو ببینه. تو علوم تجربی چرا نمیتونه ببینه؟ آثارش رو که میتونه ببینه. رفتن چند نفر دعا کننده آوردن، میدونستن اینها با خدا مرتبطن، آوردن کنار یک بخش بیمارستانی بیماران لاعلاج دعا کردن. اینا هی دعا کردن برای یه گروهی، بیماران خبر ندارن، پرستاران خبر ندارن، به صورت معناداری این بخش رو مقایسه کردن با یه بخش شبیه به اون که کنارش هست، میبینن تو این بخش دردها کمتره، داروها کمتر مصرف شده، مرگ و میری هم بوده راحت‌تر صورت گرفته، شفا تو این بخش بیشتر بوده. از خود بیماران هم دعا نکردن، کسان دیگه برای اونا دعا کردن. تو علم فیزیک اومدن یه آزمایش دیگه ای رو که تو اینترنت خیلی مشهور شده که چه ذکری رو کنار آب بگی روی مولکول‌های آب اثر میگذاره. آخونده حکومتی رو که ول کنی سرشو میندازه پایین و تو هر دشتی واسه خودش میچره. فرقی هم نمیکنه شیمی و فیزیک باشه یا روانشناسی یا اعصاب. این شما و این حجت الاسلام روانی. برای کسانی که خشمگین هستن یه مدتی گوشهای دیگر رو ترک بکنن و خورشتشون هر از چنگای گوشت بلدرچین باشه، به شدت اعصاب رو تقویت میکنه و میتواند که قدرت مهار خشم رو به اونها بده. حالا بشنوید از این تاجر کهنکار بازار دین فروشی که به ته خط رسیده و خودش داره به کسادی تجارتش اعتراف میکنه. زن تو خونه قاشق جابجا کنه حدیث داریم اجر داره، ظرف و میشوره اجر داره، تمام کارهای زن تو خونه اجر داره. ولی الان بعضی زنان به شوهرشون میگه من کلفت تو هم. با این حساب دکون دین فروشی آخوندا با فروشنده هاشون یه چیزی تو مایه های محتویات این تابوته که دیگه کسی بهش اعتنا نمیکنه. تیوی ریش یه برنامه را انداخت تا توش بسیجی های وارداتی نظام رو به معرض تماشا بذاره. از همشون هم یه سوال کلیشه‌ای میپرسید که اونا باید تو جوابش میگفتن خامنه‌ای. اما طنز داستان اینجاست که هر بار هر کدومشون یه سوتی میزدن. چه شخصیتی در جهان اسلام بیشتر نظر علی مهدی ما رو به خودش جلب کرده؟ معظم انقلاب رهبر انقلاب. بله، رهبر انقلاب حضرت الله خامنه‌ای. بله، من خیلی دوستش دارم چون که بهترین الگو برای مسلمان در این عصر معاصر. ما و مردممون هم خیلیش رو دوست داریم. چون که تبلیغات ضد انقلاب خیلی شدیده تو کانادا، در کشورهای غربی. اونها اگر کلمه آیت الله میگن به اونها فکر میکنن یک تروریست بزرگ مثل داعشی ها. وقتی میگن آیت الله همچین چیزی در ذهنشون. بله، ولی واقعا. حالا جواب این یکی رو با همون سوال کلیشه‌ای بشنوید که از توش طلسم شکستگی عظما در میاد. خانم الفرقان، توی جهان اسلام کی بیشتر روی شما اثر گذاشت؟ کیو بیشتر دوست دارین توی شخصیت‌های جهان اسلام؟ ببینین آدم‌هایی که دور و برتون هستن توی اسلام، در اسلام کیو بیشتر از همه دوست دارین؟ رهبر ما آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای به نظر من
به نظر من جانشستین از امام مهدی تا امام مهدی میاد این داره رنج داره میکشه برای ما آقای خامنه ای. با احترام متاسفم من ندیدم مردم درست احترام میده به آقای خامنه ای. بعد از اینکه شیخ فری مدعی شد که باید صندوق‌های رأی شفاف باشه، این جنتی لعنتی وارد شد تا جواب شیخ فری رو بده، اما سود زد و یکی از دغل‌بازی‌های شورای نگهبان نظام واسه رأی کشی و رأی سازی رو کرد. بعدم یه بحثی در صندوق‌ها بود که صندوق‌ها گفتن که باید شفاف باشه. منتهاش چیکارش بکنیم که شفاف باشه و ضمناً آرایی که صندوق میره خونده نشه. اگر شیشه ایش بکنیم مثلا و رأی یه نفر رأیش میندازه تو صندوق نمیبنده، از پشت شیشه خونده میشه چه این آقا به چی رأی داده. خب این که خلاف اینه که آرا باید محفوظ باشه و محرمانه باشه. که پس فعلا کار زیاد دارید، یعنی باید پس مباحث شیشه ای نمیتونه باشه. پس باید یه کاری بکنیم که هم آرا خونده نشه، هم صندوق هم معلوم بشه که دیده بشه تو. چون یکی از حرفایی که هست اینه که میگن بعضی وقتا ممکنه این صندوق را جلوتر یه قدر آرا بریزن توش، بعد بیارن سر جاش نصب میشه آقا اینجوری واقعا؟ ممکنه که البته هر چیزی ممکنه. حالا ما واقعا البته کلاس حق بازی آخوندا تا دلتون بخواد شاگرد داره. یکیش همین آخوند قرائتیه که یه خاطره از دوره دبستانش تعریف کرده. یکی از که آقای قرائتی گفتم بله، گفت انگشتر رو من بده. گفتم کمالی داری؟ حافظ قرآنی، شاگرد اول کشوری هستی، استانی هستی، چه امتیازی داری؟ گفت هیچی. گفتم خب این طبقه بیجاست، تو فرق نمی‌کنی با باقی جوونا. گفت نه من امتیازی ندارم ولی میخوام تا نگاش کردم یادت بیفتم. گفتم میگم خیلی یاد من بیفتی بد نمیدم، هر وقت دیدی نیست یاد ما بیفت. چرا انگشترم بدم که دیدی یاد من بیفته؟ بگو شیخم به ما انگشتر نداد. در انتها توجه شما رو به حیوانات زبون بسته جلب میکنیم که همنشینی با آدم‌ها در اونا اثر کرده و حالا هر کدومشون یه پا مدعی واسه کسب مدال طلا تو مسابقات المپیکن. One, two, one, two, one, two.